بالاخره بعد از 10 سال خبری از جی تی وی شده یا نه؟ با ما همراه باشین، قراره توی این ویدیو هر چیزی که از جی تی وی رو میدونیم رو توضیح بدیم. 10 سال شایعات و لیک هایی که شده مثل اینکه قرار جی تی وی به زودی معرفی و در 2 سال اخیر عرضه بشه. چرا این حرفو میزنم؟ شرکت تیک تو که در واقع شرکت مادر راکستار است، پیش بینی مالیش از راکستار این بودی که در سال 2014 و بین در واقع اواخر 2024 و اوایل 2025 قراره که یک خیلی پول بزرگی رو قراره از این شرکت در بیاره که اون رقم گنده رو هیچ کس نمیتونه به دست بیاره جز بازی به نام جی تی وی. که خب اگر ما حساب کنیم که قراره بازی در اوایل 2025 عرضه بشه، حداقل باید 2 سال قبلش معرفی از بازی ببینیم که پس به زودی تو ماه اکتبر مثل که در اوایل یا اواخر ماه اکتبر قراره که جی تی وی به صورت کامل معرفی بشه. این نکته که خیلی در موردش صحبت میکنن مپ بزرگ جی تی وی که مثل که قراره در وایس سیتی اتفاق بیفته. خیلی قراره مپ پرجزئیات و کاملی باشه، یعنی قراره ساختموناش مثل بتلفیلد قراره خیلی تخریب سازی قراره بشه، یعنی شما یه آر پی جی میزنید به ساختمون تخریب میشه. یا دیگه مثل جی تی وی اینطوری نیست که همه درا بسته باشه و فقط بیرونش طراحی شده، مثل که حتی توی ساختمون هم طراحی شده و ما میتونیم وارد اونجا بشیم. نکته که در جی تی وی اصلا وجود نداشت و خیلی ساختمونه کمی وجود داشته که ما میتونستیم وارد اونجا بشیم و قراره که گیم پلی خیلی طولانی داشته باشه که نظر من خودم اینه که فکر کنم بین همون رده 2 باشین، همون 60 ساعت باشه، چون بیش از 60 ساعت باشه واقعا دیگه خیلی باید طولانی بشه، یعنی 100 ساعت باشه واقعا 1 سال فکر کنم طول بکشه تا آدم بخواد تمامش کنه. و اما نکته بعدی که خیلی هم راجبش سعودیه قراره خیلی پرمحتوای بازی پرمحتوایی باشه، یعنی مثل که 500 ساعت فقط شما میتونید به راحتی توی مپ بازی بگردید. دقیقا همون اتفاقی که توی جی تی سان اندریاس افتاد، حتی بهتر از اون. یعنی ما توی جی تی سان اندریاس میتونستیم گلف که نمیتونستیم بازی کنیم، ولی میتونستیم کلی کار کنیم، میتونستیم بریم توی فرودگاه، میتونستیم در واقع فکر کنم پارکور میتونستیم بازی کنیم، میتونستیم پوکر بازی کنیم، یا میتونستیم بریم مثلا قمار کنیم، میتونستیم بریم بار، میتونستیم در واقع با دوست دخترای سی جی بگیریم، کلی کارا میتونستیم بکنیم. و حتی مثل اینکه بازی جی تی وی قراره از اونم پرمحتواتر باشه، یعنی میتونیم ماهیگیری کنیم که خیلی جالب میشه به نظرم، میتونیم گلف بازی کنیم، حتی گلف تو جی تی وی هم فکر کنم داشتیم و کلی کاری که شما حتی به ذهنتون هم نمیرسه. و اما نکته بعدی داستان بازی که بچه‌ها من خودم با داستان بازی خیلی علاقه دارم که بدم موزه بازی چیه و حتی میتونه از رد 2 داستان بهتری داشته باشه، یعنی که من این خودم خیلی مطمئن نیستم، ولی حداقل ما انتظار داریم که بعد از 10 سال یک داستان فوق‌العاده و کاملی به ما بدم. و یکی از داستانی احتمالی که بود، البته بچه‌ها این نکته بگم که تایید شده که بازی یک کاراکترش زنه و یک کاراکترش هم مرده، که ما در اولین بازی راکستار فکر می‌کنم کاراکتر زن داره، تو چیزایی که هیچ کدوم نداشت، ولی فکر کنم توی اولین بازی راکستار یک کاراکتر زن وجود داره. اما داستان بازی مثل اینکه طبق شایعات، حالا خیلی هم لیک قوی نیست، مثل اینکه قراره 2 تا در واقع خواهر برادری وجود داشتن که یکیشون دزد باشه، یکیشون خلافکار باشه و یکیشون پلیس باشه و توی در واقع همین که با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر و همین اینجور چیزا داستان داشته باشه. و مثل اینکه حالا اینا با هم به هم برخورد میکنن و در اواخر بازی یا شدن وسط بازی متوجه میشه اینا خواهر برادرن. اینا که البته خیلی لیک قوی هم نبود و یه چیز در حد احتمال داستانیه، ولی چیز دیگه، یه نکته دیگه که در داستان خیلی بهش اعتماد دادن، قرار نیست که ما در اول بازی به کل مپ دسترسی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی دقیقا همون اتفاقی که واسه ردد 2 اتفاق افتاد. ما در اوایل ردد 2 توی جای برفی وجود داشتیم که ما اول بازی یه ذره باید بازی میکنیم، یه ساعت از داستان بازی جلو می‌آوردیم و بعد به مپ دسترسی داشتیم، یا حتی به بلک واتر هم نصف جای بلک واتر دسترسی نشه و باید داستان جان رو
شروع میکردی تا به بلک واتر و آرمادیلو و اینا هم دسترسی داشتید. مثل که قرار تو جی تی ای وی هم اینطوری بشه، یعنی ما اوایل بازی خیلی قسمت کوچولویی از مپو بهش دسترسی داریم و هر چقدر که یه ساعت از بازی رو جلوتر میاریم به خیلی جای مپ دسترسی داریم و هر چقدر هم که جلوتر میریم جاهای خیلی بیشتر، جاهایی که دیده نشدن هم بهشون دسترسی پیدا میکنیم در بازی. و جزئیات بازی که دیگه نگم براتون که قراره چقدر این بازی جزئیات داشته باشه که بخوام کلا توضیح بدم یک ویدیو جدا به خودش میگذره. ولی بچه بازی قراره از اونی هم که فکر کنید پیشرفته تر، با جزئیات تر، پر دیتیل قراره باشه. مثلا تو همون لیکی که ما دیده بودیم، البته نمیتونم بذارمش چون کپی رایت میخوره، دیدیم که در واقع شخصیت بازی داشت یک سوپرمارکتی از یه سوپرمارکت داشت دزدی میکرد و انقدر توی، حالا برید ویدیوشو ببینید، من نمیتونم بذارم، ولی توی اون سوپرمارکت انقدر با جزئیات کار شده بود که اصلا انگار از قبل طراحی شده بود، انگار یه مرحله طراحی شده بود، انقدر دزدی با جزئیاتی بود، در حالی که بخش اوپن ورلد بازی بود. یا مثل که قراره شما بانک ماشینتون، بنزین ماشینتون هی تموم شه و باید برید بنزین ماشینتون رو پر کنید، همینجوری دیگه نامحدود نیست. یا گاناتون مثل دقیقا بازی ردمشن 2 گاناتون رو همشون رو نمیتونید با خودتون اینور اونور ببرید و یک در واقع محدودیتی داره، یعنی نصف گاناتون رو میذارید توی ماشین و اون اسلحه هایی که حالا به نظرتون اسلحه خوبی هم و دوست دارید باشون توی فایت بجنگید و میتونید فقط با خودتون هم کنید. این رد 2 که فقط فکر کنم 2 تا اسلحه سنگین و 2 تا اسلحه سبک رو میتونست با خودش هم کنه و بقیه رو میذاشت روی اسبش. دقیقاً همین اتفاق مثل که قرار توی جی تی ای وی بیفته که خیلی به نظرم اتفاق قشنگه. من خودم توی ردمشن 2 خیلی با اینجور دیتیل هار کردم. خب بچه‌ها اینم از نکاتی که جی تی ای 6 باید میدونستید یا حداقل خیلی نکات جذابی بوده. ولی بچه‌ها در مورد این بازی خیلی نکات بیشتری هست که باید بدونید و خیلی بیشتر از اونی که فکر کنید قراره این بازی دیتیل و جزئیات داشته باشه، ولی اونا رو حتما شاید یه ویدیو دیگه برای ساختم. ولی بچه‌ها حتما که این ماه شاید 6 معرفی شد یک ویدیو در مورد اون میذارم که در مورد تریلرش، در مورد گیم پلی که ازش حالا در آینده اون داریم ازش ارزشه، حتما در مورد اونم یه ویدیو میذارم که قرار بچه‌ها طبق لیک‌ها، چون بازی قرار در سال 2014 یا 2024 یا 2025 بازی قراره عرضه بشه. پس حداقل یعنی 2 سال قبل باید از بازی یک معرفی و یه تریلری پس بیرون بدن که من اصلا فکر نمی‌کنم، یعنی مطمئنا در PS4 و ایکس باکس وان نمیاد و 100% روی کنسول‌های نسل 9 میاد. اما در کل حتما اگر بازی معرفی شد یا اخبار جدید ازش اومد یک ویدیو هم میذارم که قراره این بازی چگونه باشه و چه چیزهای دیگه با از این بازی بدونید. تا ویدیو بعد، بدرود.